درود به همه، نگار عراسپور هستم، مدرس زبان ترکی استانبولی. امروز میخوام یه درس جدید رو یاد بگیریم به نام عبارات اسمی یا جملات خبری که به ترکی میشه ایسیم cümleleri. خب حالا این اسما چی هن؟ این جملات چی هن؟ مثلا ما میخوایم بگیم که من زیبا هستم، تو بزرگ هستی، او زرنگ است. به این جملات میگیم جملات اسمی. در واقع در زبان ترکی این جملات فعلشون در داخل جمله قرار گرفته. ما یه فعل کاملی از در واقع در جمله نمیبینیم. قبل از هر چیزی شما برگردید به صفحه درسمون، با چند تا از حروف یه سری کلمات جدید یاد بگیریم. بعد از اون بریم برای درسمون. که، ا، چه، ای، چه. ازش میتونیم یک کلمه بسازیم به نام چیچک. چیچک آد مı، صفات مı؟ آد. چیچک اسم به معنی گل. م، چه، ای. کلمه که ازش ساختیم چیم به معنی چمن. چیم هم آد هستش. یومشاک آ، چه، آ. کلمه‌ای که ازش ساختیم آچ. آچ هم آد هست، اسم به معنی درخت. آ، ز، او، و. از این حروف به هم ریخته کلمه‌ای که درست کردیم وازو. وازو هم آدم، صفتم. میبینیم که آد هستش به معنی گلدان. خب چی داریم؟ لطفاً به جملات زیر توجه کنید. دوست من زیباست. دوست من زیباست یک جمله مثبته. من زیبا نیستم، جمله منفی. دوست من معلم است، جمله مثبت سوالی. تو دانش آموز نیستی، جمله منفی سوالی. به این جملات میگیم عبارات اسمی یا ایسیم cümleleri که به انگلیسی میشه nominal sentences. نکته که باید بهش توجه کنیم، در اینجا ما ضمایر فاعلی داریم و پسوندهای متصل یا ضمایر متصل. ضمایر فاعلیمون چیا هستن؟ ben، sen، o، biz، siz، onlar. ben به معنی من، sen به معنی تو، او به معنی او، biz ما، siz شما، onlar آنها. اینها یک سری پسوندهای متصل دارن که این پسوندهای متصل بعد از اسم یا بعد از صفت میان و بر اساس آخرین حرف صدادارمون از اینها استفاده میکنیم. نیاز نیست که اینا رو حفظ باشیم، این خودش یواش یواش موقعی که داریم یاد میگیریم در واقع خودش میاد، ولی ما بایستی از روش خوندنش رو یاد بگیریم. ben، im، yim، یم، یوم و یوم. اینها ضمیرهای متصل یا پسوندهای متصل برای بن هستند. میبینیم که بن به معنی من 8 تا ضمیر متصل داره. سن، تو 4 تا ضمیر متصل داره. 4 تا پسوند متصل سن میشه سین، سن، سون، سون. او، او. هیچ ضمیر متصل یا پسوند متصلی نداریم. بیز، بیز هم مثل بن 8 تا ضمیر متصل داره. بیز، ما. پسوندهای متصلمون چیا هستن؟ ایز، از، üz، اوز، ییز، یز، یوز، یوز. سیز، سیز هم مثل سن 4 تا پسوند متصل داره. سیز، شما. پسوندهای متصلمون سینیز، سنز، سونوز و سونوز. onlar سوم شخص جمع، آنها 2 تا پسوند متصل داره. لر و لار. حالا اینا به چه صورتی استفاده میشه؟
ضمیر فاعلی به علاوه اسم یا صفت به علاوه پسوند متصلمون. پسوندهای متصلمون رو اون بالا یاد گرفتیم. ضمیرهای فاعلیمون رو یاد گرفتیم. ضمیرهای فاعلیمون چیا بودن؟ ben, sen, o, biz, siz, onlar. اسم یا صفت به علاوه پسوندهای متصل. حالا یک سری نکته هست. نکته ها رو یه نگاهی بندازیم و بریم مثال ها رو یاد بگیریم. اگر آخرین حرف صدادار در آخر کلمه قرار بگیره، در اول شخص مفرد و اول شخص جمع از پسوندهای زیر استفاده میکنیم. مثل کلمه kötü. آخرین حرف صدادار در آخر کلمه قرار گرفته. او در آخر کلمه قرار گرفته. پس از یه دارها استفاده میکنیم در اول شخص مفرد و اول شخص جمع. چرا از یه دارها استفاده میکنیم یا اصطلاحاً از وای دارها استفاده میکنیم؟ برای که میبینید که ایم، اوم، ایز، از، اوز و اوز هر ستاشون با حروف صدادار شروع شدن. مثلا اونی که حروف صدادارش در آخر کلمه قرار بگیره، اینا میشن 2 تا حرف صدادار پشت سر هم. برای اینکه راحت تر تلفظ بشن از یه دارها استفاده میکنیم. نکته بعدی، در سوم شخص جمع اگر آخرین حرف صدادار یکی از حروف صدادار نازک باشد از لر، اگر یکی از حروف صدادار ضخیم باشد از لار استفاده میکنیم. حروف صدادار نازکمون چیا بودن؟ ا، ای، او. پس از لر استفاده میکنیم. حروف صدادار ضخیممون هم آ، او و او که از لار استفاده کردیم. اگر آخرین حرف صدادار کلمه یکی از حروف صدادار نازک باشد، پسوندها به صورت زیر خواهد بود. ای. اگر آخرین حرف صدادارمون یکی از این 2 تا باشه، از این پسوندها استفاده میکنیم. چیا هستند؟ ایم، یم، سین، ایز، ییز، سینیز و لر. اگر و او باشه، یوم، سون، اوز، یوز، سونوز و لر. حالا اگر آخرین حرف صدادار کلمه یکی از حروف صدادار ضخیم باشد، از این پسوندها استفاده میکنیم. ضخیمامون چیا بودن؟ آ، ایم، یم، سن، از، یز، سنز و لار. او و او اگه باشه، یوم، سون، اوز، یوز، سونوز و لار. مثل همیشه حروف خنثی چیا بودن؟ ا، آ و او. حالا میایم با مثال ها چیزهایی رو که یاد گرفتیم رو تمرین میکنیم و جا میندازیم مطلب رو. öğretmen و kötü. öğretmen یعنی چی؟ یعنی معلم. اسم یا صفت؟ اسم یا آد. kötü اسم یا صفت؟ معلومه صفته به معنی بد. خب ben öğretmenim. گفتیم هر جا که ا و ای داشته باشیم از ایم استفاده میکنیم. حرف صدادارمون هم یکی مونده به آخر قرار گرفته. پس میشه چی؟ ben öğretmenim. sen öğretmensin. o öğretmen. biz öğretmeniz. siz öğretmensiniz. onlar öğretmenler. چرا لر؟ به خاطری که ا حرف صدادار نازک هستش. من معلم هستم. ben öğretmenim. sen öğretmensin. تو معلم هستی. o öğretmen. او معلم است. biz öğretmeniz. ما معلم هستیم. siz öğretmensiniz. آنها معلم siz öğretmensiniz. شما معلم هستید. onlar öğretmenler. آنها معلم هستند. میبینید که است، فعل است اصلا اینجا دیده نمیشه و در داخل جمله پنهان شده. به همین دلیل به این جملات میگیم عبارات اسمی یا اسم جمله‌لری. خب از صفت kötü که میبینید حرف صدادار در آخر کلمه قرار گرفته که گفتیم وقتی در این شرایط باشیم برای اول شخص مفرد ben و اول شخص جمع biz من و ما از یه دارها استفاده میکنیم موقعی که میخوایم پسوند متصل داشته باشیم. پس میشه چی؟ میشه ben kötüyüm. sen kötüsün. o kötü. biz kötüyüz. siz kötüsünüz.
onlar kötüler. چرا لر؟ به خاطر که او هم یک حرف صدادار نازکه. من بد هستم، تو بد هستی، او بد است، ما بد هستیم، شما بد هستید، آنها بد هستند. حالا میایم با این سوالات در واقع مطلب رو بیشتر یاد میگیریم. Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y yazalım. Ben yaşlıyım. Sen çalışkansın. Onlar öğrenciler. O mutlu. اگر که درست باشه با د و اگر اشتباه باشه با ی حل میکنیم. خب من میام به صفحه تمرین حل و مسائلمون. تا شما به سوالات نگاه میکنید من برمیگردم به صفحه حل تمرینات. خب سوالامون چی بودن؟ Ben yaşlıyım. yaşlıyım. پسوند متصلمون چیه اینجا؟ یم. آخرین حرف صدادارمون yaşlı که یک صفت هست به معنی پیر. او یک حرف صدادار ضخیم هستش و چون در آخر کلمه قرار گرفته پس از ی دارها استفاده میکنیم. خب این دورو هست یا یانلش، درسته یا غلطه؟ Ben yaşlıyım کاملا درسته. بعدی چی بود؟ Sen çalışkansın. Sen çalışkansın. çalışkan به معنی زرنگ. سون اینجا براش پسوند متصلش بوده. çalışkan آخرین حرف صدادارش آ در یکی مونده به آخر قرار گرفته که نیازی به یه دارها نیست، البته چون سن اصلا یه دار نداره. خب آ بایستی از حروف از چه پسوندهای براش استفاده کنیم؟ از سین، سون. میبینید که اینجا پسوند سون استفاده شده. درستش میشه، پس این غلطه، یانش. درستش میشه sen çalışkansın. sen çalışkansın. درستش میشه این. سوال بعدیمون onlar öğrenciler. onlar öğrenciler. آنها دانش آموز هستند. میخوایم ببینیم پسوند متصلی که براش استفاده شده درست هست یا غلط. اورنجی یعنی دانش آموز. اسم یا صفته؟ بله اینجا اسمه. اورنجی میبینیم که ای یک حرف صدادار نازکه. از حرف صدادار نازک براش پسوند لر باید بیاریم. چی آورده؟ لار آورده. پس کاملا اشتباه میشه yanlış. سوال بعدی او mutlu. او mutlu. سوم شخص مفرد اصلا نیازی به پسوند متصل نداره. او خوشبخت است. پس کاملا درسته که میشه د یا دور. برگردیم به صفحه تمریناتمون. چیا رو یاد گرفتیم؟ پسوندها رو یاد گرفتیم، ضمایر متصل و ضمایر فاعلی رو یاد گرفتیم و اینکه چجوری میتونیم جملات خبری یا عبارات اسمی بسازیم. خب اینجا گفته 2 مثال بعدی رو شما صرف کنید. چیا داریم؟ güçsüz و kadın. güçsüz یعنی کمزور یا کم نیرو که صفت هستش و kadın هم یعنی زن که اسم هستش. همینجوری با هم دیگه یه نگاه اجمالی بهش میندازیم. güçsüz میخوایم بگیم من کمزور هستم. ben güçsüzüm. ببینید که او در یکی مونده به آخر قرار گرفته. ben güçsüzüm. sen güçsüzsün. o güçsüz. biz güçsüzüz. siz güçsüzsünüz. onlar güçsüzler. چرا لر؟ چون او یک حرف صدادار نازکه. برای kadın ben kadınım. من زن هستم.
sen kadınsın. تو زن هستی. او kadın. او زن است. biz kadınız. siz kadınsınız. onlar kadınlar. چرا لار؟ به خاطر که ا یک حرف صدادار ضخیمه. خب میایم برای عبارات اسمی، جملات عبارات اسمی به صورت منفی. هر وقت میخوایم یک جمله رو منفی کنیم در این جور جملات از پسوند دئیل یا اک دئیل استفاده میکنیم. دئیل یعنی نیست. این جملات به چه صورت ساخته میشه؟ بسیار راحت. ضمیر فاعلی به علاوه اسم یا صفت به علاوه دئیل به علاوه پسوند متصل. اینجا پسوند متصلمون صرفاً بر اساس دئیل نوشته میشه. خب نکته چی میگه؟ به دلیل اینکه مبنای پسوندهای متصل در این قسمت آخرین حرف صدادار دئیل هستش، پس به طور خلاصه به این صورت داریم: دئیلیم، دئیلسین، دئیل، دئیلیز، دئیلسینیز، دئیللر. پس ما هر اسم و صفتی که داشته باشیم بخوایم یک جمله منفی ازش بسازیم، از اینها استفاده میکنیم. پسوندها ایم، سین، ایز، سینیز و لر هستن. خیلی راحته. حالا یه مثال میزنیم و یاد میگیریم. ارکک یعنی مرد، اسم یا صفته، میبینیم که اسمه. ای به معنی خوب، اسم یا صفته. خب میام با هم دیگه صرفش میکنیم. میخوایم بگیم من مرد نیستم. میشه چی؟ بن ارکک دیلیم. تو مرد نیستی. سن ارکک دیلسین. او مرد نیست. او ارکک دیل. ما مرد نیستیم. بیز ارکک دیلیز. شما مرد نیستید. siz erkek değilsiniz. onlar erkek değiller که به معنی آنها مرد نیستن. پس میبینیم که به همین راحتی دیلیم، دیلسین، دیل، دیلیز، دیلسینیز، دیلر، هر اسم یا صفتی که داشته باشیم برای ای هم به همین صورت خواهد بود. ben iyi değilim, sen iyi değilsin, o iyi değil, biz iyi değiliz, siz iyi değilsiniz, onlar iyi değiller. خب یه دوتا سوال حل کنیم و مطلب رو جا بندازیم. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazalım. اگه درسته با D, اگه اشتباهه با Y. O ucuz değiller. Biz güzel değiliz. خب شما اشتباه و درست اینها رو حل کنید. سوال بعدی رو میخونم. Boşlukları dolduralım. Sen yazar değil, nokta çin, onlar fakir değil, nokta çin. O ucuz değiller. Ucuz değiller. به نظر شما درسته یا غلطه؟ او سوم شخص مفرد. گفتیم برای سوم شخص مفرد ما هیچ پسوند متصلی نداریم. اینجا لر استفاده کرده، پس این کاملا اشتباه یا yanlış یا یه هستش. سوال بعدیمون biz güzel değiliz. ما زیبا نیستیم. برای بیز پسوند ایز کاملا درسته، پس میشه د یا دور. نقطه چینامون چیا بودن؟ سن yazar değil نقطه چین. خب سن گفتیم سن تو براش چی استفاده میکنیم؟ دیل، حرف صدادار ای، دیل، سین، سن یازار دیل سین. یازار یعنی چی؟ یعنی نویسنده که اسم یا آد. سن یازار دیل سین، تو نویسنده نیستی. سوال بعدیمون onlar fakir değil
آنها فقیر. خب فقیر. دئیل، آخرین حرف صدادارمون ای، حروف صدادار نازک. اونلار پسوند لر و لار داریم، بر اساس دئیل میشه دئیل لر. به همین راحتی مطلب جا میفته و یاد میگیریم. با هم دیگه برگردیم به صفحه درسمون. چیا رو یاد گرفتیم؟ ما اومدیم با دئیل جملات منفی رو یاد گرفتیم. دوستان عزیزم، درس عبارات اسمی قسمت اولش رو به پایان رسوندیم. امیدوارم که دوست داشته باشین و لذت برده باشین. اگر دوست داشتین لایک کنین، کامنت یادتون نره و برای باخبر شدن از ویدیوهای بعدی زنگوله سابسکرایب رو بزنید. ایام بکام.